2007 بود. وقتی مردم در حال تزیین درخت کریسمس بودن، وقتی داشتن با عشق به هم دیگه هدیه میدادن، یه مرد تو خیابونای فینیکس در حال سوختن بود. یه مرد 36 ساله به اسم آرون تیلور، یه مرد بی خانمان. و این سوختن نه به خاطر خشم، نه به خاطر کینه و نه به خاطر انتقام، بلکه فقط از روی سرگرمی بود. سلام کارآگاه جنایی، خوش اومدید به چنل یوتیوب هانی کرایم. اینجا جاییه که پرونده های جنایی مسکوت، تاریک و فراموش شده رو با هم دیگه بررسی میکنیم. البته واقعی. اینجا جاییه که پرونده هایی که مسکوت باقی موندن و هیچ کس براشون گریه نکرد رو بررسی میکنیم. امروز یکی از ملموس‌ترین قتل‌های تاریخ فینیکس رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پرونده 2007-2027 با محوریت قربانی فراموش شده به اسم آرون تیلور. آرون تیلور یه مرد 36 ساله بود. نه مواد فروش بود، نه خلافکار بود. تنها جرمی که داشت این بود که بی خانمان بود. آرون تو نزدیکی مرکز خرید سابق پارادایس ولی توی خیابون ایست کاکتوس رود 4326 روی یه نیمکت زندگی میکرد. اون خیلی ساکت و بی سر و صدا بود، اما مثل اینکه همین حضور ساکت و سردش یه سریا رو به وجد آورده بود و باعث شد یه سری کارهایی در حقش انجام بشه. بیاین فلشبک بزنیم به قبل مرگ آرون تیلور، چند هفته قبل کریسمس. آرون مدام توسط یه سری نوجوانهای 16 الی 19 ساله مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. مثلا می اومدن با چسب به نیمکت می بستنش و اذیتش می کردن، یا مینداختنش تو فواره‌ای که اون نزدیکیا بود تا اذیتش کنن و بخندن، تا اینکه سرانجام در روز 25 دسامبر سال 2007 روز سه‌شنبه ساعت 5:30 عصر پلیس یه تماس دریافت میکنه. مردی در خیابون‌های کاکتوس تو فینیکس در حال سوختن بود. این مرد کسی نبود جز آرون تیلور. وقتی پلیس به اون منطقه میرسه، بدن آرون تقریبا کاملا سوخته بود و نمیشد کاری انجام داد، ولی با این وجود پلیس اونو منتقل میکنه به نزدیکترین مرکز درمان سوختگی تو فینیکس. چند ساعت بعد از انتقال آرون به بیمارستان، پزشکا تسلیم میشن و آرون در اثر سوختگی های شدید فوت میشه. تحقیقات اولیه پلیس نشون میده که این آتش سوزی نه تنها تصادفی نبوده، بلکه کاملا عمدی بوده و این دلیل این عمدی بودن این بوده که یه سریا فقط میخواستن بازی و تفریح کنن. نکته جالب و عجیب این ماجرا اینه که کسایی که شب حادثه نزدیک آرون بودن همون گروه نوجوانایی بودن که همیشه اذیتش میکردن، ولی هیچ کس نیومد شهادت بده یا اعتراف بکنه که این نوجوانا رو اونجا دیده. بعد از تحقیقات بسیاری یه عده اومدن گفتن که همون نوجوانایی بودن که همیشه نزدیک آرون بودن و اذیتش میکردن، ولی هیچ کس اسمی از اونا نبرد، تا اینکه در نهایت اونا شناسایی شدن، ولی خانواده‌هاشون براشون وکیل گرفتن و گفتن که به هیچ عنوان با پلیس ها همکاری نکنید و اونا هم همکاری نکردن و وکیل یه جورای قضیه رو ماسمالی کرد و این مرگ، این اتفاقی که افتاده برای آرون کاملا بدون جواب، بدون عدالت موند و هیچ کسی مجازات نشد. اسم این پرونده شد پرونده سایلنت ویتنس، یعنی پرونده خاموش. تا به امروز 18 سال از این ماجرا گذشته و هیچ کس نیومده اعتراف کنه که چه کسی این جنایت ها رو انجام داده. شاید کسایی که این جنایت رو دیدن با اون افراد آشنایی نزدیکی داشتن، یا شاید به خاطر این بود که حقیقت همیشه پشت پرده میمونه. هیچ کس هیچ جای دنیا به عدالت نمیرسه. آرون از دار دنیا هیچی نداشت، نه خانواده‌ای و نه حتی خونه‌ای برای خوابیدن، ولی یه حق طبیعی داشت، حق زندگی کردن، که اونم ازش گرفتن. حقی که حق طبیعی همه ماست، ولی برای یه سریا یه رویاست.
اینجا تو هانی کرایم ما روایت اون شب رو با همدیگه زنده کردیم. نه به خاطر اینکه فقط بشنویدش، بلکه به خاطر اینکه شاید یه روزی یکی از شماها بخواد اعتراف کنه که چه چیزی رو اون شب دیده. اگه اطلاعاتی از این پرونده به دستتون رسید، میتونید با سایلنت ویتنس با شماره هایی که میذارم تماس بگیرید. یادت باشه این تماس رایگانه و اطلاعات تو کاملا محفوظ و ناشناس باقی میمونه، ولی باعث باز شدن این پرونده میشه. تو میتونی صدای کسی باشی که تو دنیا صدایی نداشت. تا قسمت بعد حواست به تاریکی‌ها باشه. هانی کرایم همیشه اینجا هست برای روایت حقیقت‌های تاریک و دفن شده.